به جایی که امروز پسرها از دروازه مرد وارد داخل شوند خواستگاری بکنن، از پشت سر از بالای دیوار میان اول از قلب دختر استفاده میکنن. بعد دختر خوب آماده میسازن، باز میان خواستگاری که پدر مادرش نه، دختر خودش استاد چاک من اینو میگیرم. از دید من خو کلانترین مشکلات فعلا در جامعه ما اینه میگه. پس باز وقتی که ازدواج صورت میگیره این خو کلش به اساس خواهشات است دیگه. زمانی که ازدواج شد به از نظر خودش عاشقای کامیاب به مراد خود رسیدن، باز در زندگی عملی نامراد میشن. باز ای او را میگه ای او را تا نمیگه. یاد دست یک وقت تو پشت گیران میکدی، اینی تو پشت من مرده بودی، شب و روز پشت من داد میزدی. و چون هر چیزی که اساسش درست نباشه خواهرا، بنیادش بر اساس تقوا نباشه، این خو یک چیز واضح هست که او خیر و برکت نداره.